انرژی بالا. بچه این قسمت این یه نماد بوده، زدن شکوندنه. یه جورایی از بغلم که بایدی این بر خب معلوم میشه که یه نماد بوده. حالا ما کاری به نماداش نداریم، اینم یه قسمتی دیگه. میخوام بهت بگم که اینجا انرژی داره، اینجا یه آرامگاه هست. یکی از بزرگان ایران زمین در این قسمت دفن هست که این قسمت به عشق پرنده ها، به عشق حیوانات، به عشق جاندارا براشون آب بیاریم. هیچ وقت دست خالی تو بیابون نیاین، حتی شده باشه نون خشکم داشته باشین با خودتون بیارید. خب و اینجا الان باور کن 20 ساله بارون نزده، یا اگه بارون زده خیلی کم زده، خشکسالی زیاده، انرژی بالای بالا.